سلام برا بچه، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با هم دیگه فارم کارپت و فارم ریل بی نهایت بسازیم و لذتشو ببریم. حتما یادتون نره که چنل رو ساب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید اگه آماده اید. let's go. خب برا بچه، اول ما باید بلاک هامون رو، حالا هر بلاکی رو به صورت رندوم قرار بدیم. مثلا من از چوب استفاده میکنم و بعدش به این شکل باید چوب رو قرار بدید و بعدش یک عدد استیکی پیستون رو قرار میدید و ابزرور ها رو به این شکلی که من میذارم بذارید. نگاه کنید، باید اون یکی ابزرور هم فلشش مخالف جهت این باشه و بعدش ردستونتون رو قرار میدید به این شکل. باید اینطوری کار کنه براتون. حالا ما فعلا نمیخوایم کار کنه. حالا شما اسلایم بلاک هاتون رو به هر تعدادی که دوست دارید به این شکل که من میذارم بذارید و بعدش یه دونه از این گت کورال ها رو بذارید اینجا که توی وارموشن پیدا میشه و بعدش کارپتتون رو روش قرار بدید. حالا من اینطوری 3 طبقش کردم و بعدش دور اینجا شوشه بکشید. به قول هاش تیمسار شوشه بکشید. باید حداقل 2 تا بلاک فاصله داشته باشه و اینجا شیشه هاتون رو بکشید. خب بعد از اینکه تموم شد شما چستتون رو میذارید زمین رو بکنید و یکی از چستا باید زیر یکی از شوشه باشه و بعدش هم شما هاپرتون رو میذارید بدین شکل و بعدش هم ردستونتون رو میذارید اون وسط و یک عدد لیور قرار میدید تا بتونید استاپش کنید با لیور. میبینید که همینطوری کارپت مشاشه نهایه به معنای واقعی. بیایم سراغ فارم ریل. یه ذره فرق داره ساختنش به اون یکی. بابا اشتباه کردم. ساختنش یه ذره با اون یکی فرق داره ولی مثل همون یکی بازم برای چوبتون رو میذارید و استیکی پیستون رو میذارید، اسلایماتون رو به این شکل میذارید و یک عدد ابزرور هم قرار میدید اینجا و هر ریلی که دوست دارید دوپلیکیتش بکنید رو میذارید به این شکل روی اسلایم ها. حالا یک چوب دیگه بذارید و ردستون رو وصل کنید و یه بار خاموش روشن کنید و ریل مشاشه نهایه. اینم از این آموزش رفقا. دمتون گرم این ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. اگه دوست داشتید لایک و ساب کنید. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.